مجالست با انبیا و اوصیا، مرافقت با ملائکه است، همش معنویات. و ما هم نمیتونیم عذر بیاریم که اونا که نیستن که ما با اونا مجالست کنیم. آثار قطعیهش که به منزله ملاقات خودشونه هست قرآن، مجالست با قرآن، مجالست با خود حضرت رسول، و همچنین آثار اوصیا، صحیفه زجاجیه، نهج البلاغه، مثل این است با خودشون داریم مکالمه میکنیم، داریم گوش میدیم اصلا چی میفرماید. پس یه زمانی هم توی همین آلات و اختراعات و اکتشافات بشه، نمیدونم حالا شده یا نه، از فضا اصوات متکلمین و صاحبان اصوات بشه جمع بشه، مثلا صوت داوودی رو بتونن از توی فضا در بیارن. ممکنه؟ نمیتونیم بگیم نیست، نمیتونیم بگیم محاله. یه رشته هایی داره و یه دستگاهی داره در فضا، نمیشه بگیم مستهلک مطلق میشه.